شهروندان محترم، تاجیکستانیان عزیز، در این ماه شریف رمضان در دهه عتق من النار قرار داریم. همه شما را دعا میکنیم که خدای تعالی ما و شما را از جمله انسان هایی که از آتش دوزخ نجات یافتگان باشند از همون جمله آدم ها باشیم و روزه و نماز و طاعت عبادت من در درگاه پروردگار قبول باشه. لیکن در این دهه اخیر یا چند سخن از بعض انسان‌های پاگو بیهوده گپ بزدگی و سخن‌های بی اصل، سخن‌های به معنیش گوش کردم و شنیدم، یک طرف گرفته خدمت نتونستم. مجبور شدم که برای این خیلی انسان‌های به معنی، به مغز، به شعور کمی هم باشه پاسخی خود را، جواب خود را داده باشم و قرضی و مسئولیتی انسانی خود را ادا کرده باشم. یک چند روز شد که میشنوم کبیری قریب 2 ساعت هم زیاد برآمد کرده، گپ‌های بی معنی، گپ‌های بی اصل و فکر میکنند که مردم تاجیکستان به همه گپاش فریفته کرده و دو انداخته میتونه و در برآمدش گفته ایستاده است. نگاه میکنم که ما مردمی چارکور میدانم، ما مردمی معروف و خواجه اعلی و دیگر میدانم، بسیار مردمی بزرگان، بسیار مردمی مثلا بناموسن، لیکن اینجا در حادثه هایی که چند بخش دوام کرده ایستاده است در تاجیکستان و بین قرقیزستان، در این حادثه ها و فکر خودش کبیری خلاصه برآورده است که گناهکار واقعی اساسی گناهکارها و گناهکارهای اساسی همین راهبرهای دولت و دیپلمات ها و سیاستمدار ها و دیگه هست. گفته یک طرفش شپیده رفته ایستاده است. راستش کسی ناموسش میاد در بی‌عقلی و در بی‌اندیشگی این کبیری و فقط از دستش چی میآید؟ حکومت. من چند وقت پیش هم گفته بودم که مردم تاجیکستان خصوصا عالما، پروفسورها، دانشمندا شارشن که این طایفه وطن و مرز و دین و آیین ندارن، یا وطن فروشن یا فقط یک تیم را گرفته. یعنی حاجه که باید چکار کنیم؟ همین مردم را بخیزانیم. فقط مردم را خیزاندنش در یک راه می شود. همین دولت، پرزیدنت و وزیرها و ارگان های حفظ حقوق گناهکار کنیم اگر مردم میخیزن و از تاجیکستان دلخنک میشوند. نه دیگه این مردم شناختن، دولت شناختن که از صدق پشتیبان این ملت دولت است، دیگه هیچ کس نیست، اول آخر خدای تعالی. همین آیت را باید ما الگو کنیم و همین آیت را برای خودمان اسوه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چنگ به قرآن بزنید و پراکنده نشوید، در اطراف یک مردی ابرمرد جمع شید. همین آیت واقعیت شا، عمل شا، یعنی موافقت شا در همین مردم تاجیکستان من دیدم. این بیناموس هرچند حرکت کرده، هرچند گفت که مردم یگان کار کرده بتونن، نه تو یک بار ببین که مردم تاجیکستان نسبت به او مردمی که
در 2015 آشوبی حاجی حلیم بود و این حادثه بود. یک بار مقایسه میکنن مردم خودش، مردم زیرک، مردم میفهمه، مردم نادان نیست، مردم بزرگ. چه خیلی بین که او تیار کردگی بودن آدم غالا همه 100% بود. تو بخیست حاجی حلیم، ما همه در اطرافت هستیم، پول مول تیار، بچه کبیری بود پول دادش و مردم در اطراف جمع کردگی بودن. چه ای وحدت، چه ایجا، چه ای مثلا رومی، چه ای گوشه و کنار تاجیکستان باید مردم در اطراف حاجی حلیم برزیل حکومت میخستن. یک کس هم نخست. بیایید علامت سوال میمونیم. اگه امروز میاییم در یک روز ناگذشته مردم شریفی کلا، مردم شریفی ونج، بدخشان، غرم، وحش، حصار، دیگر ممالک دیگر مردم اطراف تاجیکستان یک دم خرچه در وارخ دید. حتی ما چند تاشا پرسیدم، گفتم برادر کی رفتی؟ گفت باور میکنی من نفهمیدم کی رفتم، کی خدمت در وارخ دیدم. برای همین گفتگوی تمدن ها چند سال مرا سوال داده بود. گفتم اگر در اطراف پیشوای ملت جمع شیم، یک بشتیم، دشمن خاک میخوره، تیرش خاک میخوره، تیرش خاک خورد. این بیناموس یک بار در زبانش نمیگرده که فراموشتم کنه یک گپ زنه میشوه، فراموشتم کنه اگر یک گپ زنه میشوه، خدا همه فراموشتم نمیکنه بگه که ای قرمز تو چکو کرده استی؟ چکو کرده استی اومده استی در سرحد تاجیکستان، در سرزمین تاجیکستان تو ملت ما را زده ایستاده، مردم ما را زده ایستاده، دیگه و دیگه زده ایستاده. یک بار نبگه که ای مردمی به ناموس تاجیکستان قندتونه بزنین، گرچند ما یک مشتک حساب داریم به حکومت تاجیکستان، خیلی ما را مانع نکرد قندتونه بزنین که در اطراف یک پرزیدنت جمع شده چندین سال شده ایستادگی. مقایسه کنین سال 2015 را امروز که چخیل مردم در اطراف یک پیشوا، در اطراف یک قوه جمع شده، خودشونه فهمیده و نفهمیده در سرحد وارخ زدن. ببین که چند صد نفر از کلاب یک بار خیست رفت. مردم شریفی ونج دروازه ببین در همه روزهای وزمین خیستن رفتن. چی بعد او روز در اطراف حاجی حلیم خیزانده نتونستین مردم ها. شمایی که لگه در زبان کبیری، انا این زبان کبیری شرم نمیکند، میگه که این سخن، این دهن کتل شب نداره. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حیا نکردی هر چیزی میگوی بگو این بی حیای، این بی حیای. ای مردم اگر نخواه هیچ کلا مردم مجبور کردن نمیشوه. لیکن امروز یک چیز ما و شما باید مسلمان های جهان خصوصا تاجیکستانی ها باید مد نظر دور نکنیم که به همین واسطه ما را فریب نکنن، بر ضد حکومت بخیزن مردم طرفدار ما میشود. حضرت حسن بصری را پیش آمدن گفتن که فلان پادشاه ایخیل کرد، گفت که رخنه نکنین که در پیش خدا و پیغمبر جواب میتین. کمبودی هم داشته باشه پادشاه های من اهان سلطان اهانه الله. کسی به حرمتی میکند پادشاه را، خدا او را به حرمت میکنه. کجای در جنگ امروز پادشاه را به حرمتی که اگن تحقیر شده اگر ایدسی به حرمتی پادشاه را به حرمتی بیان نکنیم. گپی هر کسی نگیرین. ما این سخن ما برای داخلی ها تاخه نمیگم، برای خارجی ها هم میگم. چوید یک عالم خارجی باشه اگر ای تاجیکستان یا غیر تاجیکستان مرا جواب بگردانه. اگر از مذهب امام اعظم ای مذهب اهل سنت بیرون گپ زنم بگه که نجاش رو توقی میگوییم. حق نداریم برزیدی پادشاه و دولت خیستن. همین فایده برزیدی پادشاه و برزیدی دولت خیستن دیگه در اطراف عالم ما اشاره میکنم و گپ نمیزنم. کتون میدونن همه مصیبت ای روی میای. ای به ناموس بین چی میگه که ارتش تاجیکستان ضعیف های. ارتش تاجیکستان ضعیف بشید اگر
حاجی حلیم والی تاجیکستان کنفاکون کرده بود. ارتش تاجیکستان قویه، برای کبیری ضعیفه، برای که نمیگذاره فتنه کبیری، فتنه خارجی ها، فتنه خوجه های کبیری در تاجیکستان پیاده شوه و بگذره. ملت قبولش نمیکنه. برای همین ارگانهای حفظ حقوق نیست در نزد کبیری، وجود نداره، سلطنت وجود نداره، سرحد وجود نداره، مردم وجود نداره. بو فتنه شنگاه که بعضی سلطنت ها یراق خوشون برداشته نمیتونن. سلطنت که یراقش برداشته نمیتونیست، ایچ طریق حفظ کرد تاجیکستان. در دنیا دیم جای تاجیکستان مملکت تنجترین دنیا. ای تمام جا تلگرام هم میاید، شناسای ما گنرالا سلام میتن، تبریک میکنن که من تبریک میکنم که در دنیا دویم جا تاجیکستان امن‌ترین مملکت های. سلطنت نداشته باشه، قوت نداشته باشه، ارگان حفظ حقوق پرزیدنت نداشته باشه، مثل قرقیز هر سال یک پرزیدنت علیش کم بگیره، برای کبیری درسته ها، برای که به مقصدش میرسه کبیری. با گفته است شرم نکرده که مردم اسفره را قطعی مردم واروخ پیش انداخت حکومت از قفا عسکرها را ماند. بهترمی شرمندگی روسیایی را ببین، به این درجه طامت ببین، به این درجه حسد نکن، زورت نمیرسه. بزرگای ما میگن که الحسد کصداء الحدید لا یزال بصاحبه حتی یأکله. بزرگای مسلمانای ما در گذشته ما میگن، حضرت حسن بصری، حضرت امام اعظم دیگه و دیگه، امام شافعی، امام مالک میگه که حسد مثل زنگ آهن است، لا یزال بصاحبه، همیشه قطعی صاحبش همون زنگ میمونه، قطعی آهن میمونه، حتی یأکله، حتی میخرد دور بکنه آهن. ای کبیری تو حسد داری، حسد ترا میخرد دور میکنه و هیچ دستت نمیآید و ملت تاجیکستان را تحصیل کرده نمیتونی. هیچ دستت نمیآید. خدا ترا خار کرده است، خدا ترا ذلیل کرده است. قرقیزها را دلیر جسور میگویی. دلیر جسور همیای؟ همیای دلیر جسور؟ قرآن کریم میگه سوره قل اعوذ بالله الفلق، ما دروز گفتن نمیتونم شما با یک بار تاجیکستان یک بزرگ خصوصا علما و من شر حاسدین اذا حسد. حسد خور اگر آدم بشید خدا در قرآن ذکرش نمیکرد. اگر مزیر نمیشید در قرآن ذکرش نمیکرد. این ملک خدا میته، پادشاه را خدا میکنه. اول در عالم پروردگار در آسمان در عرش، بالای عرش پروردگار امضا میکنه، بعد عالم کروبیا چهارم آسمان میآید و امضا میکنن، بعد با آسمان یکم میآید، بعد با زمین میآید، بعد خدا در دل مردم میاندازه که یک طرف پادشاه انتخاب بکنن. این کاری بنده ها نیست، کاری پروردگاره. این را خدا داده که مردم تاجیکستان. ای پروردگار، مردم تاجیکستان در دهه عتق منتدار دعا کنین. پروردگار عیده باید با شما را زیادتر بته، عیده تیجتر ممکنه. تمام دنیا خصوص ما و شما را خورده ایستاده است که ما چه خیال کنیم بریم از تاجیکستان سبق ما آموزیم درباره صلح و صلاح و تنجی و شکست دادن دشمن های خارجی و داخلی. از مومن استفاده بردن ایرانده بی عقلی، بی شعور، بی مدنیت. گفته ایستاده است که زندانی های سیاسی ما را آزاد نماید. زندانی های سیاسی چی داری تو؟ تو آیا ملت جدا بکنی؟ فقط زندانی های سیاسی نهضتی زندانی هستند، دیگر ها نیستند؟ من به مردم شریف تاجیکستان یک سخن میرسانم که زندانی جرم جزا گناه کرده است، ایره حکومت خودش میداند چیکار کنه. ایده ما عررش نمیشیم، با سیاست حکومت هیچ کس عررش نشوه. حکومت ما پشتیبان میگیریم. الله تعالی اگر ما را محافظت کنه پشتیبان حکومت پشتیبان ما میشوه. الله ما را محافظت نکنه اگر حکومت هم از دستش هیچ نبیه، لیکن در اطراف حکومت باید ما
جمع باشیم. یک وقتی دیگر باز فتنه میکرد و امروز هم همون فتنهاش دوام داره. کبیری را خیال میکنه که حالی هم تاجیکای ساده وجود داره مثل سال 92. شما کرونا ویروس آمد در تاجیکستان، همه حکومت صاحبی کرد مردم شهر، تاجیکستان صاحب نیافت، به صلاحیت اعلان کرد، به طرفی. مردم یک بار شما زین مونین گپای کبیری رو امروز زندگی تاجیکستان ما را که کود در تمام دولت های ابرقدرت ایسر نو دوباره ببره کرونا ویروس آدم ها را زحمت و کلفت داده است، مشقت داده است، عذاب کرد. یک بار هندوستان را نگاه کنین، یکی شکرانه پروردگار ای دست کوشش راهبریت دولت ما امروز در تاجیکستان ما کرونا ویروس نیست. ما و شما مراجعت کردم میگم مردم تاجیکستان، ما ملا عبدالرحیم هر گوشه و کنار سوالم داده ایستن آیا منبع و مرجع و اصل دینی داره گپاد و فتنه میکنن که فقط میزنه یا که اگر زوری میکنه یا سیاست میکنه از علم برخوردار نیست. من همه سخنایی که گفته ایستم به نام خدا ای قرآن کریمن حسد میبرین. قرآن کریم در سوره آل عمران میگه که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قرآن کریم میگه ای حسد نبر، فایدت نمیکنه. خدا گفته است از در سوره آل عمران که ای محمد پروردگار میگه بگو ملک از آن خدا است، تؤتی الملک من تشاء. کسی را بخواه همون را مالک میگردونه، سلطانش میکنه، پادشاهش میکنه. و تعز من تشاء، با عزتش میکنه در بین مردم و ملتش. خدا میکنه، خدا. و تنزع الملک ممن تشاء، ملک از کسی بخواه میگیره. و تذل من تشاء و تعز من تشاء. ای خار و ذلیل و ابرومند و زور و بقوت میکنه پروردگار. در دستی تا از پروردگار همه کارهای خیر. انک علی کل شیء قدیر، تو بر همه شی قادری پروردگارا. کسی اگر ای بایشید، ای کم بغل شید، ای وزیر شید، ای رئیس شید، ای تری شید، ای پولدار شید، همه چیزا بگه ای را حسد میگن، ای میخره دورت میکنه، هلاکت میکنه و بفایده. هیچ وقت تلاش کو چند خدا تر داد است، پولت میته، مالت میته، ملکت میته، پادشاهیت میته، برا در بین مردم مثل دیگران تلاش کو، اما حسد نکو. ای مردمی بزرگ تاجیکستان، ما شما را میگم که همه ای از جانب خدا است. حتی پیش بزرگای ما حسن بصری و دیگر بزرگای ما آمدن گفتن که انا حجاج ظالم خیلی کرده ایستاده است، ای مردم غوا نکنین. گفت که خون ریزی میکنین، ملک ویران میکنین، ملک مونین به حال خودش بیسته که اینجا آرام مردم زندگی یک شخص، یک فرد فقط خواهشات شخصیت ختمان. ای مردک فقط جمعیت فکر کن. انشالله تعالی ما در اطراف پیشوای ملت بدیم و میمانیم و مردم تاجیکستان بسیار بزرگن. و من یک نصیحت دیگر میکنم که ای مردم، همین کاری را که حکومت ما پیش گرفتگی بسیار عاقلانه است. حکومت قرغز هم اگر کلش کار کنه، انا همین پیروی و سبقه تاجیکستان با آموزه، همین صلح صلاحات اینجی خطی، همین آرامی خطی بروه به مردم هر فتنه و هر چیز نه اندازن.
ایشالله تعالی او هم تین بشوند نیکی تاجیکستان هیچ کس نترسانه. تاجیکستان ضعیف نیست، تاجیکستان ترسانچک نیست. یک انسان تاجیکستان به 1000 نفر دیگر مملکت برابر شده و اراده داره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.